گناه عظیم و بزرگ گناه غیبت. غیبت خیلی گناه بزرگیه. کی دوست داره گوشت مرده برادر مسلمان خود رو بخوره؟ یک گوسفندی که مرده یعنی بمیره گوشتی و حلال نیست، کسی نمیخوره. اما یک برادر مسلمان بمیره، کی آماده گوشتی رو بخوره؟ قرآن میگه کسی که غیبت میکنه گوشت مرده برادر خود رو خورده. کسی آمد از نبی مکرم اسلام سوال پرسان کرد. وقتی که برگشت قدش کوتاه بود، قدش کوتاه بود. ام المؤمنین گفتن چقدر قد کوتاهی داره؟ رسول الله فرمودن غیبت نکن. گفت یا رسول الله این که غیبت نیه، خب قدی و کوتاه بود. گفتن نه این غیبت بود. اگر قدی و کوتاه نبی بود تهمت بود. پس اینه که ما از امروز تصمیم میگیریم که از زندگی خود غیبت رو دور بسازیم.